جنگ نیست، بلکه جلوتر همراه با تمرید و مشروطه خواهی ستارخان و اینا. در هر حال بنابراین هر چی بخواید شما حق دارید، واقعا حق دارید، حق مهرت و مسلم شما همه چیز هست. دیشب از شیراز تهران بعضی ها به من تلفن کردن، من نمیدونم این اجابت بشه درست بشه یا نشه، چون تا حالا اون که به ما گفتن از بالا همش دروغ بوده. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من دیروز به رئیس حراست که تلفن بهم کرد، تو خونه بودم، گفتم که شما کاری کردید در لار، گوش میدید، در لار کاری کردید، از زدن بچه و زن و پیرزن و باتون، تیراندازی، آتش زدن موتورسیکلت و غیره، که فقط به شما باید بگم فقط لباس شخصی ها نفرستادید اینجا، ولی گردان ویژه فرستادید. من شجاعتش دارم، حیف که پیر شدم و فراموش شدم و حلیف شدم. بذارید حرف بزنم، آقا به من کار دارم.